داره همه چیز رو در خیلی گسترش میده که من نمیبینم، ولی بعد این به مرور بر من ظاهر میشه، بر من آشکار میشه. پس من با اون امید بهش رو انجام میدم، خیلی انجام میدم که بیام تو اون سطح رزونانس از ناامنی میام تو امنیت، که بابا سقف بالا سرمه، غذا دارم، لباس دارم، دوست دارم، گروه دارم، من همه اینا رو دارم. اگه فکر کنم که بریز و بپاش و خوشحالی‌های زیاد و برنامه‌های خیلی متنوع ندارم، ولی اون چیزی که الان دارم اینا اولویت‌ها و ارزش‌های زندگیه. اینکه امنم از بابت اینکه سقف بالا سرم، از بابت اینکه خوراکی دارم، از بابت اینکه پوشاکی دارم، از بابت اینکه آدم‌هایی دارم، خانواده دارم، فامیل دارم، دوست دارم، گروه دارم، من امنم. به شکرانه اینکه زنده‌ام و در این سطح امنیت هستم، من بهش انجام میدم. این امیده. اگر قرار من امیدی رو در خودم بیدار کنم و تقویت بکنم، میگم با این که میدونم اون قناعت الان به من کمک میکنه که ماهای پیش رو بهتر بگذرونم و چه بسا همه چیز به چرخه، کار توسعه پیدا بکنه، شرایط اقتصادی تکون بخوره، بازارها دوباره رونق بگیره در ماهای پیش رو که الان آشکار نیست و الان من میترسم، الان من نگران هستم. چه بسا اینو تغییر بکنه. من با این امید میرم جلو که اراده کل همه چیز رو سر جای خودش قرار داده و من میتونم این امنیت رو به همین سادگی برای خودم بسازم. با کمک‌های خیریه هر چقدر که تشخیص میدم، هر جایی که تشخیص میدم انجام میدم، هر زمانی که تشخیص میدم.